شماری از افراد آسیب دیده از زلزله اخیر در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده است. با گفته آنان کودکان و بزرگسالان همه بیمار شده اند و اگر کمک های فوری نرسد وضعیت هر روز وخیمتر خواهد شد. زلزله زدگان در کنر خانه هایشان در زلزله مرگبار ماه اگست سال گذشته میلادی که تخریب شده بود میگویند هنوز هم در خیمه ها به سر میبرند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. در همین حال حسن جان باشنده قریه اورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در این زلزله از دست داده است میگوید که با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توانی داشتن سرپناه مناسب، تهیه لباس زمستانی، دوا و دسترسی به درمان را ندارند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر 0 رسیده است و خانواده هایی که در زلزله های اخیر خانه های خود را از دست داده اند در سرما میخوابند. این نهاد روز یکشنبه 14 جدی 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه اکس افزود که تعدادی از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیراً به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده که تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 آگوست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته شده، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند.